تکنولوژی‌های جدیدتر یه چیزی رو فاش کردن که از این هم عجیب‌تره. این یکی دیگه باور کردنی نیست. اسکن‌های مغزی مدرن میتونن انتخاب شما رو گوش کنید تا 7 ثانیه کامل قبل از اینکه خودتون بفهمید چی تصمیم گرفتید پیش بینی کنن. 7 ثانیه. میدونی چقدر زیاده؟ این جمله دیگه تیر خلاصه. یعنی انگار هوشیاری ما کارگردان نیست، فقط یه تماشاچیه که دیر رسیده و داره برای اتفاقی که قبلا افتاده یه داستان منطقی و قابل قبول سرهم میکنه. خب، تا اینجا که به نظر میاد ما هیچ کاره ایم، درسته؟ انگار همه چیز از قبل تعیین شده. ولی این تمام ماجرا نیست. دقیقاً از همین نقطه میخوایم از مشکل بریم سراغ راه حل و کلید ماجرا یک کلمه است: بیداری. اون استعاره خواب دیدن یادتونه؟ همونطور که توی خواب میتونید یهو آگاه بشید که دارید خواب میبینید و کنترلش رو به دست بگیرید، تو زندگی بیداری هم میتونید از این زندان ذهن بیدار بشید و از یه بازیگر منفعال به یه خالق تبدیل بشید. به این لحظه تحول، این لحظه بیداری میگن نقطه دیدن. یعنی اون لحظه‌ای که سر و صدای ذهن ساکت میشه و یه بعد دیگری از وجودمون، یه بعد عمیق‌تر بیدار میشه. اراده آزاد واقعی از همینجا به دنیا میاد. و حالا میرسیم به راه حل اون پارادوکس اولیه. یه حالت جدید که دیگه بحث قدیمی جبر اختیار توش معنی نداره. تو این سطح بالاتر دیگه من و اراده فردی من مطرح نیست. اراده ما حل میشه توی جریان خیلی بزرگتر و قدرتمندتر. یه جریان عشق، یه جریان قصد. آزادی واقعی این نیست که با این جریان بجنگیم، بلکه اینه که آگاهانه خودمون رو بهش بسپریم و باهاش همسو بشیم. پس ببینید، ما دو نوع جبر داریم. یکی جبر ناخودآگاهه که یه زندانه. دیوارهاش از ترس و نیاز و شرطی شدنهای ما ساخته شده. اون یکی اما جبر آگاهانه است. یه جریان آزاده. یه رقص هماهنگ با عشق و آگاهی. کل سفر ما همینه. از اون زندان به این جریان. نکته خیلی جالب اینه که این ایده فقط مال مدیتیشن دلتا نیست. اگه خوب نگاه کنیم میبینیم تو خیلی از سنت‌های فلسفی بزرگ و حتی خود علم مدرن هم رد پای این مفهوم دیده میشه. یه نگاهی به اینا بندازید. یونگ میگه ناخودآگاه رو آگاه کن. تولتک‌ها از یکی شدن با قصد حرف میزنن. حتی علم عصب شناسی هم که اولش به نظر میرسید اختیار رو رد میکنه، میگه همین توهم اراده آزاد میتونه یه سکوی پرتاب باشه به سمت یه آگاهی عمیق‌تر. میبینید کلماتشون فرق میکنه ولی همشون دارن به یه مسیر اشاره میکنن، از ناآگاهی به آگاهی، از اسارت به آزادی واقعی.